هفته خبر تو خبر داره براتون از نظام ولایتی که این روزها حسابی چلوده شده و از بالا تا پایینش دارن آژیر قرمز میکشن. تو این شرایط حساس جهانی، تو شرایط حساس منطقه‌ای، شرایط ما یک شرایط عادی تو منطقه نیست. تو جهان ما یک شرایط عادی نداریم. شرایط ما ویژه است. باید بیشتر حواسمون جمع باشه. حواستون به چی جمع باشه؟ بابا تحولات با شتاب میان و چپتون میکنن. این فقط سایه جنگ سخت نیست که داره آخوندا رو مچاله میکنه. جنگ دیگه ای هم هست که همچی به صورت رطوبتی داره نظام ولایت رو از درون میشوره میبره. نباید غافل بشیم که دشمنان جمهوری اسلامی وقتی میبینن که نمیتوانن از طریق سخت و جنگ نظامی وارد بشن، از طریق نرم وارد میشن، از طریق تأثیر بر افکار عمومی و تصمیم مجریان و تصمیم ناظران وارد میشن. باید توجه کنیم به این مطلب. و ما متاسفانه میبینیم گاهی در درون کشور کسانی با اینا همکاری میکنند. بله، درون و بیرونی دیگه واسه نظام نمونده که. بابا از درون و بیرون همینجوری ضربه است که میخوره تو ملاج عظما. ببینید نفوذ چه بر سر عظما آورده که بسیجام رفتن تو کار نوعه رپ. کجایی حاجم من دلم تنگته شلم چه فکه دل تنگته یاد بچه ها یاد ترکش. بله، پیچ و مهره های فرهنگی نظام ولایت بدجوری شل شده. یعنی دیگه شؤونات ولایت رو اساسی لگدمال میکنن و همچین خیلی نرم میرن تو کار نرم. یعنی اینجوری اینجاست که تئوریسین های ولایی به پت پت میافتن و مجبور میشن زیر پرس جنگ نرم و سخت به چنین اعترافاتی رو بیارن. من قبول دارم که ما راه رو برای تفکر بستیم، اینو قبول دارم و این رو میدونی تقصیرش رو گردن بسیجی نمیندازم، تقصیرش رو گردن بسیجی نه گردن بوروکرات تکنوکرات مدیر فرهنگی مملکت میندازم. یکی بودی چه بودی؟ گردن اونی میندازم که دقیقاً تحت تاثیر نفوذ ممکنه که ظاهرش از بنده متشرع‌تر باشه، ادعای انقلابیگری هم داشته باشه، اما دقیقاً داره تو خط نئولیبرالیسمی حرکت میکنه که میخواد این راه بسته بشه، دقیقاً میخواد گل بگیره. اصلاً خودش هم نفهمید چی گفت. بدبختی اینا اینه که هر چی رو میخواد درست کنن بازم مشکل از یه جای دیگه بیرون میزنه. حالا بریم ببینیم این متفکران مختلیط نظام چه تدبیری برای مقابله با جنگ نرم اندیشیدن. این شما و این حاجی فیروز ریشو. حاجی فیروز داستان ما برعکس همه حاجی فیروزها همیشه رویش سفید بوده، چون روزهایی که در جنگ بود و چه روزهایی که پشت تنور نانوایی بربری ایستاد و عرق ریخت. حاجی فیروز در نهایت از جوانان مخلص امروز وطنم گفت. ما حتی آمریکا رو عدد نمیدونیم که حتی تو گفتگو سوریه دخالت بدیم. اینا همش هنر این جوانان مدافعین حرم بودن که با گمنامی تمام به منطقه غریبی، به کشور غریبی رفتن
و کاری کردن که دوباره این دوست و دشمن متوجه شدن که اینجا محل شیرانه. بله، وقتی حاجی فیروز بسیجی میشه سردار جنگ نرم، اون وقت کار نوهای نظام هم به اینجا میکشه. آقا وضع و اوضاع نظام تو جنگ نرم دستمون اومد، حالا بریم ببینیم تو جنگ سخت چه حرفی برای گفتن دارن. این وقتی که ساخته شده بود ما یه جلسه داشتیم در آفریقای جنوبی. فرمانده نیروی دریایی یکی از کشورهای همسایه تو اقیانوس هند به من گفت که این جمارانی که شما ساختید راه میره؟ گفتم یعنی چی؟ گفت ما فکر میکنیم ماکته. گفتم که شما تو خلیج عدن حضور دارین دیگه؟ گفت بله حضور داره. گفتم که تو 20 روز آینده شما توی دریای سرخ ناوشکن جمهوری اسلامی ایران جماران رو شما رصد کنید، اینجوری باشه قبوله؟ گفت بله. گفتم خداحافظ. ما آمدیم همین کار رو انجام دادیم. من توی سفر دیگه توی جلسه دیگه دیدمش اینجوری کرد. خب اینه مشکل این سرتشتک لگندار، اینه که اصلا بلد نیست فیلم بازی کنه. یکی نیست بگه آخه این اولدروم بولدرومای تو رو باور کنین یا شکرخوری های این رو. ما برابر فرمان و دستور فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای عزیز از هیچ کار تحریک کننده‌ای در مرزهامون، چه زمینی، چه هوایی، چه دریایی، ما انجام نخواهیم داد. حالا که تو دوران پسا اوباما هستیم و آخوندا جرأت نوتوق کشیدن تو دنیای واقعی رو ندارن، به انیمیشن پناه بردن و زدن تو خط هارت و پورت کارتونی. نبردی بزرگ در آبهای خلیج فارس، نبرد روی خط آتش. اینجا ایرانه، جایی که واسه همسال تو یعنی آخر دنیا. اگه 20 درجه این طرفتر بیاییم اونجا رو گورستان شما خواهیم کرد. اینا همه قضیه همون سوت زدن در تاریکیه، وگرنه این آخوندا پخ کنی با کله میرن تو دیوار. حالا که عمق استراتژیک عظما اوراق شده و دارن دنب سیدعلی رو تو سوریه و عراق میچینن، تنها کاری که واسه این جماعت مونده اینه که بیان توی تیوریش خالی ببندن و بسیجی‌ها رو باد کنن. تروریست‌ها هی با خمپاره میزدن حرم رو، بچه‌ها رفتن می‌خواستن یه زیرزمینی رو تصرف کنن که دیگه واقعا اینها به فاصله بیشتری عقب نشینی کنن. گیر کردیم اونجا، نمیتونستیم تو زیرزمین نفوذ کنیم. بیرون زیرزمین خاکریز زده بودن، داخل زیرزمین هم استحکامات درست کرده بودن. 2-3 بار بچه‌ها زدن، شهید دادیم، برگشتیم. فاتح گفت بچه‌ها کار گره خورده. خدا بخش خاوری اومد، چندین بار مجروح شده بود، هنوز ترکش تو بدنش داشت. گفت گره کار دست من باز میشه. چیکار می‌خوای بکنی؟ گفت من میشینم پشت تانک از رو خاکریز رد میکنم، خاکریز 3 متری این زیرزمینه. لوله تانکو میکنم تو این زیرزمین. شلیک میکنم. میتونه کسی در مقابل شلیک تانک مقاومت کنه؟ موجش میگیره اونا رو. گفتن که تو مثل خودت متوجه نیستی، اگه تو فضای بسته شلیک کنی میدونی چی میشه؟ اولین آسیبش خودت میخوری تو فضای تانک، موجش برمیگرده. گفته بود اینها این منطقه رو رها میکنن، فاصله شون از حرم مطهر بیشتر میشه، خونپاره‌شون یا نمیرسه یا دیرتر میرسه. این برای من ارزش داره. داستان آخوندا و قلمبا کردن منطقه حالا دیگه یه چیز شبیه این شده. خیلی دست و پا میزنن منتها دیگه نمیرسن. پر واضحه که توی این باطلاق بحران ها اونی که داره غرق میشه عظمای طلسم شکسته است که از شانس بدش تنها غریق نجاتی که براش مونده این آخوندماندگاریه. چون گاهی وقتا بعضی از جوونا
میگن آقا ما عقل داریم، تحصیل کردم هستیم، نیازی هم به ولایت بگی نداریم. هر کس با ولایت باشد آرامش دارد، هر کس تو قلعه ولایت نباشد اضطراب دارد. عجب عضوای بدشانسی، بعد از این همه سال سگ دو زدن حالا با مخ رفته تو دیوار نفرت ملت. این آخوند تانگه میدونه که همه از سیدعلی بیزارن ها، اما ببینید با این حال چه نسخه‌ای میپیچه. مردم ولی گیر آوردید فداش بشید ها، فداش بشید. اون روزی که در نماز جمعه بم منفجر شد یادتونه شماها، هر مسئول دیگری تو هر جای دنیا باشه کوچکترین ترقه‌ای در بره محافظا ورش میدارن، بغلش میکنن میبرنش تا از تیررس خطرات حفظ بشه. حضرت آقا یه مکس کوچولو کردن، خطبه رو ادامه دادن. خدا ولی رو امتحانش میکنه، قربونتون بشم. ولی که جانشو گذاشته وسط، شما جونتون رو فداش کنید. این حرفا دردی از عظما دوا نمیکنه. پیچ اونقدر خطرناکه که دیر یا زود راننده ابو طیاره نظام رو پرت میکنه بیرون. بزبز قندی ظاهرا دیده فک زدن در زمینه سیاست و این حرفا دیگه جواب نداره، واسه همین انداخته تو جاده علم و این بار پیله کرده به نیوتن. همین قوانینی که به نام قوانین نیوتن میگن، هیچ کدومش مال نیوتن نیست. نیوتن زیر درخت سیب خوابیده بود، یه مرتبه سیب افتاد، گفت چرا افتاد پایین، چرا بالا نرفت. اینا دروغ مزخرف حرفا. اینم یه اعتراف ویژه از یکی از نماینده‌های مجلس آخوندا که بعد از سالها به نقش خودش در استبل ولایت اشراف پیدا کرده. ما ابتدا که مجلس اومدیم بعضی از نمایندگان قدیمی عبارتی رو میگفتن، خیلی معناشو نمیفهمیدیم. الان یه خورده داریم یواش یواش میفهمیم. میگفتن که ما ابتدا که نماینده شدیم فکر کردیم فاعل بالاختیاریم، ولی در انتهای نمایندگی فهمیدیم مفعول بالاضطرار هستیم. اینجا دلقک خمینی در برابر یه سوال گیرپاچ میکنه و بعدم با یه دنده معکوس میپیچه تو جاده جدید قم. گفتن در طول جاده قدیم تهران قم نمازخانه نداریم، لطفا رسیدگی کنیم. شماره 3 تا اقامه نماز هست. این کارا رو پیگیری میکنیم. ما به جاده قدیم بهش بگو جاده جدید برو. نه حالا گذشته از این آمد دکتر گفت بدنم میخوره، گفت بخورم. این همشهری هم معلوم نیست کدوم جاده رو کشف کرده که حسابی ذوق زده شده و اینجوری داره ازش گزارش میده. یه جاده ای رو من کشف کردم که دقیقاً برعکسه، یعنی خیابونش برعکسه، دقیقاً مثل اروپاست. نگاه کن، دقیقاً مثل اروپاست. ما از سمت چپ میریم، اینا سمت راست میرن. بیا نگاه کن، باز ما میگیم از اروپا کم داریم، مگه میشه؟ بام برم بام برم برم بام اره خاک وطنم من هی، دقیقاً مثل ایران میرم. هلو دقیقاً مثل خارج، فقط دستاندازش مثل خارج نیست. البته الان من اینجا یه طرفه من اولین بار دیدم، نمیدونم شاید الان شما دیدید واسه من نگیدید، ندید بدیده. نگاه کن دقیقاً مثل اروپا. واقعا افتخار میکنم و کیف میکنم. در انتها توجه شما رو به تماشای ارتباط اسکایپی 2 تا دوست کوچولو جلب میکنیم.